بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. و اما عقیده اهل سنت و الجماعت در باب استوای الله عز وجل این است که اهل سنت و الجماعت ایمان و عقیده دارند به اینکه الله عز وجل بر عرش بالای 7 طبق آسمان مستوی است. الله عز وجل بر عرش است. همچنان که اهل سنت و الجماعت ایمان دارند به اینکه برای الله عز وجل صفت علو است. چون که الله عز وجل می‌فرماید الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، یا که ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، یعنی الرحمن الله عز وجل بر عرش مستوی است. و ادله در برای اینکه الله عز وجل بر عرش مستوی است، بر بالای عرش است، خیلی ادله کثیر و زیاد است. چون که الله عز وجل می‌فرماید که أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. يوكي إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم. پس این عقیده اهل سنت و جماعت است که الله عز وجل بر عرش مستوی است، یعنی بر بالای عرش است. و در رابطه با فوقیت الله عز وجل چون که علما می‌فرمایند که 3 نوع فوقیت است. یکی فوقیت شأن و آن صفت‌هایی که در رابطه با شأن و عظمت و بزرگی و جلالت الله عز وجل بیانگر است. و دیگر فوقیت این قهر، و هو القاهر فوق عباده، و هو القاهر فوق عباده. و سوم فوقیت این فوقیت ذات است که بسیاری از اهل بدعت فوقیت ذات را انکار میکنند. فقط فوقیت علو، فوقیت شأن و عظمت و بزرگی الله عز وجل و فوقیت قهری را اونها اثبات میکنند، در حالی که اهل سنت و جماعت همش اثبات میکنند، هم فوقیت شأن و عظمت و بزرگی الله عز وجل، هم فوقیت قهر که هو القاهر فوق عباده، و هم فوقیت ذات که الله عز وجل بر بالای عرش است، فوق بندگانش است. چون که الله عز وجل می‌فرماید که یخافون ربهم من فوقه، میترسن از ربشون که فوق اونها است، بالای اونها است. و در رابطه آیات و احادیث که دلالت بر این میکنند که الله عز وجل بر عرش است و اثبات فوقیت الله عز وجل میکنند خیلی کثیر و زیاد است، به این قدر اکتفا میکنیم. و اما سلف رحمه الله در رابطه با استوا چی گفتگی هستند؟ در رابطه با آیت الرحمن علی العرش استوى، در تفسیر سلف اگر بنگرید چه در کتب تفسیری که از سلف رحمه الله هست، چه از امام بغوی و چه از ابن جریر طبری رحمه الله و ابن کثیر و سایر مفسرین که بر منهج اهل سلف رحمه الله رفتگی هستند، و از معاصرین اضواء البیان از شنقیطی رحمه الله، اگر بنگرید و نظر بکنید در اوجا بیان کرده هستند که معنای استوا در نزد سلف رحمه الله ای به معنای علا و ارتفع و صعد و استقر است. یعنی سلف رحمه الله استوا را به همین علا و ارتفع و صعد و استقر تفسیر کرده هستند. و در تفسیر سلف رحمه الله به هیچ وجه شما پیدا نمیکنید اینکه سلف رحمه الله علا استوا را به معنای استولا و یا اینکه به معنای ملکه و یا اینکه قهره تفسیر کرده باشد، چگونه که عده از اهل بدعت استوا را میآیند تحریف میکنند و به معنای استولا یا اینکه به معنای ملکه و قهره تفسیر میکنند، در حالی که سلف رحمه الله از تفسیر بری است. اسحاق بن راهوی رحمه الله که از علمای سلف است، در رابطه به همین آیت میفرماید که اجماع اهل العلم انه فوق العرش، اجماع اهل علم است اینکه الله عز وجل ذاتی است که فوق العرش است، بالای عرش است.
استوى و یعلم كل شيء في اسفل الارض السابعه. میگه الله عز و جل بالای عرش است، بر بالای عرش مستوی است و میداند هر آن چیزی که در پایان ترین طبقه هفتم طبقه زمین است، او الله عز و جل میداند. چون که امام ذهبی رحمه الله در کتاب العلو للعلی الغفار ایرا ذکر کرده است از قول اسحاق ابن راهوی رحمه الله را که اجماع اسحاق ابن راهوی در رابطه بیان میکنند. و همچنین عقیده اهل سنت و جماعت به این است که اونها ایمان دارن و عقیده دارن و یقین دارن و باور دارن به این که الله عز و جل بر عرش است و اعتقاد و عقیده دارن این که عرش و کرسی حق است و هیچ شکی در رابطه با عرش و کرسی هیچ شک و شبهه وجود ندارد و عقیده بر این دارن این که عرش از بزرگترین مخلوقات الله عز و جل است. چون که الله عز و جل می‌فرماید که الله لا اله الا هو رب العرش العظیم، رب العرش العظیم. پس عرش از بزرگترین مخلوقات الله عز و جل است و چون که اعتقاد دارن بر کرسی که موضع قدمه الله عز و جل است و کرسی در همو عرش است، کرسی در همو عرش است و کرسی الله عز و جل چون که الله میفرماید که وسع کرسیه السماوات والارض، یعنی وسعت گرفتگی از کرسی الله عز و جل آسمان ها و زمین را. ولی همین کرسی که اینقدر بزرگ است که وسعت گرفتگی هست آسمان ها و زمین را، همین در پیش عرش الله عز و جل به مانند یک حلقه‌ای که در یک دشت در یک بیابان انداخته می شود چقدر خرد است همین قدر است. پس این اثبات این است که عرش الله عز و جل خیلی عظیم و بزرگ است و الله عز و جل بر عرش است. و همچنین عقیدت با این دارن این که اهل سنت و جماعت این که الله عز و جل بی نیاز است از عرش و کرسی. اهل سنت و جماعت به این اعتقاد دارن این که الله عز و جل بی نیاز است از عرش و کرسی. متاسفانه اهل بدعت یکی از شبهه‌ای که اونها همین است که میگن که شما میگید که الله عز و جل بر عرش هست، پس الله عز و جل نعوذ بالله محتاج به عرش است، در حالی که اینها نفهمیدن این که یکی از صفاتهای الله عز و جل صمد است. قل هو الله احد الله الصمد. الله عز و جل ذاتی است که او صمد است، بی نیاز است و اهل سنت و جماعت ایرا اثبات میکنن که عرش الله عز و جل با وجودی که قدر عظیم و بزرگ است این مخلوق است. چگونه خالق به مخلوق نیازمند می شود؟ آیا اثبات کردن این که الله عز و جل بر عرش هست صفت استوا بودن را بر الله عز و جل اثبات کردن که الله مستوی بر عرش است، این دولت بر این میکرد که الله نیازمند بر عرش است؟ اعوذ بالله من ذلك. این فهمی غلط و اشتباه است. این فهم جهمی ها است که سبب شد که اونها صفات الله عز و جل را انکار کردن. این که برای الله عز و جل یک اسم و صفت اثبات کرده می شود این معنای ایرا ندارد که الله عز و جل به همون چیز احتیاج دارد. این که یک مخلوق را الله عز و جل خلق کردگی است معنای ایرا ندارد که الله عز و جل به او احتیاج دارد. پس اهل سنت و جماعت عقیده بر این دارند که الله عز و جل بی نیاز از عرش و کرسی است، بلکه عرش و کرسی اینها با قدرت و عظمت و بزرگی الله عز و جل اینها حامل شدگی هستند و این است.